سلام به بچهای گل کانالم. امروز میخوایم آیفون 7 پلاس رو بررسی کنیم که ببینیم توی سال 2024 ارزش خرید داره یا نداره. خب این گوشی تو سال 2016 معرفی شده بود که الان 7.5 سال از معرفیش میگذره. خب یه گوشی بود که خیلی حاشیه دار بود چون جک هدفون و اپل از این گوشی حذف کرد و یه 2 دوربین هم اون پشت گذاشت که اولین گوشی آیفونی بود که 2 دوربین داره. الان روی iOS 15.8.1 داره عالی کار میکنه. iOS 15 آخرین آپدیتیه که این گوشی گرفته. البته برای برنامه روزمره قابل استفاده است. آپدیت های امنیتی هم حالا میاد براش. پرفورمنس عالی نداره تو بازی‌ها ولی نمیشه گفت مثلا خیلی بده، یعنی کار را بندازه بالاخره. حالا که حرف بازی‌ها به وسط اومد، این گوشی پردازنده اپل A10 فیوژن رو در کنار 3 گیگابایت رم داره. اولین گوشی اپلی بود که با 3 گیگابایت رم اومده بود. الان برای اپ‌های روزمره قابل استفاده است. یه واتساپی رفتین، یه تلگرامی رفتین، یه اینستایی رفتین، برای اینا قابل استفاده است. از نظر گرافیک و گیمینگ زیاد روش حساب نکنین، ولی پابجی اینا رو میتونه روی 30 فریم اجرا کنه، یعنی توقع نداشته باشین ازش، ولی عملکردش همچین بگی بدک هم نیست. بازی ساده میتونین راحت روش بازی کنین، ولی در نظر داشته باشین که زیادش 1 سال، 1.5 سال، 2 سال اینا این پردازنده دیگه کارهای خودش از دست میده، چون هرچی بگذره اپ ها برای پردازنده جدید ساخته میشن و پردازنده قدیمی دیگه قدیمی میشن و کارهایشون از دست میدن. خب بیایم در مورد صفحه نمایش گوشی بگیم. یه صفحه نمایش تخت 5.5 اینچی داره از نوع IPS LCD که با رزولوشن 1080p که فول اچ دی خوبه به نظرم. از آیفون 7 ساده که بهتره چون نمایشگرش خیلی کوچیکه، 4.7 اینچیه. نظر بازی کردن، روال صفحه نمایش و کیفیت صفحه نمایش هم خوبه. پنلش LCDه ولی رتینا IPS LCD اپل که نوع خودش بهترینه تو نوع خودش. وضوح تصویرم 401 ppi که یعنی تراکنش پیکسل های هاش بالاه، ولی طرح صفحه نمایشش قدیمیه و حاشیه هاش زیادن، یعنی از بالام زیاده از پایینم حاشیه‌اش زیاده. از نظر باتری، گوشی باتری 2900 میلی آمپر ساعت داره که نمیدونم حالا چطوری مثلا براتون توضیح بدم. یعنی صبح اگه فول از شارژ بردارین تقریبا ساعت 2 باید دوباره بزنین به شارژ، 2-3 اینا باید دوباره بزنین به شارژ اگه استفاده معمولی دارین. یعنی یه اپی باز کردین، یه تلگرامی، یه واتساپی، یه ذره از دوربین استفاده کردین، یه ذره مرورگردی، باتریش تقریبا تا ساعت 2 اینا نگه میداره. دوباره 2 یا 3 اینا بعد از ظهر بزنید به شارژ، دوباره باید از بزنید به شارژ که تا شب دیگه بتونید استفاده کنید دیگه. باتریش همینه که هست دیگه، یعنی دیگه روزی 2 بار حداقل انتظار داشته باشید که این گوشی رو بزنید به شارژ. باتریش زیاد تعریفی نداره، توی بازی هم زیاد شارژش کم میشه وقتی که بازی میکنین، ولی خب میشه مثلا یه ذره روش گیم رفت، یعنی با اون حساب باتری یه ذره مثلا میشه باش بازی کرد. دوباره اگه حوصله دارین مثلا 1 ساعت دوباره بزنین به شارژ، دوباره 1-2 ساعت بازی کنین، دوباره 1 ساعت بزنین به شارژ، اینجوریه. یعنی 1.5 ساعت 2 ساعت اینا میگیره کامل شارژ بشه گوشی. خب 2 لنز 12 مگاپیکسلیه، یه دونه تلفوتو داره، یه دونه هم واید داره. یه لنز 7 مگاپیکسل هم لنز سلفی داره، دوربین سلفی. دوران خودش دوربیناش خوب بودن، یعنی اون زمان که اومده بود عالی بودن. مود پورتریت هم اولین بار توی این گوشی اومد، ما توی اپل یعنی اولین گوشی بود که از پورتریت پشتیبانی میکرد. کیفیت عکس‌ها الان افت کرده و یکم قدیمی به نظر میاد، البته زیر نور آفتاب، یعنی نمیفهمین که مثلا عکس از آیفون 7 پلاس یا از آیفون 10، چون نور آفتاب کیفیت خوبی داره ولی خیلی هم عالی نیست الان، چون الان اون دوربینا خیلی پیشرفت کردن و خوبن، چون پردازندش هم قدیمیه و دوربینش هم وقتی ازش گذشته عکس‌ها اونقدر جالب به نظر نمیاد و به نظرم فکر کنین که این دوربین از همین الان مرده و دیگه بعد این که دیگه هیچی دیگه، همین الانش هم مرده دیگه، بعد این میخواد چیکار کنه؟ آیفون 7 پلاس یک گوشیه که 7 سال ازش میگذره، روی iOS 15.8.1 داره کار میکنه و دیگه آپدیتش قطع شده. از نظر پردازندم که اوکی رو نمیگیره چون قدیمیه و نمیشه 2 سال راحت ازش کار کشید. از نظر باتری هم که بگم خوبه، اشتباه گفتم، بده.
فقط صفحه نمایشش اوکی رو میگیره چون فول اچ دیه، ولی حاشیه‌اش تو سال 2024 زیاده و دوربین‌هاش هم دیگه اونقدر به حساب الان بروز نیست. پس با سنجیدن همه این جوانب این گوشی ارزش خرید نداره تو سال 2024. به نظرم اگه پول دارین برین سراغ آیفون 8 پلاس، حداقل 8 پلاس، یا هم که آیفون X یا همون آیفون 10. خب ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. میبینمتون توی ویدیو بعدی. تک تک شماها رو دوستتون دارم بچه‌ها. خداحافظ. حالا ویدیوهای بعدی هم هستن، میخواین برین توی ویدیوهای بعدی ببینین یه گوشی مورد نظرتون رو پیدا کنید. این گوشی به درد شما نمیخوره.